یکی ننگ است ناپاک رفتن به خاک. یکی وقتی الله مهربان شما را عمر داد و به بلاغت رسانید و شما را در حالت جوانی و کودکیتون که جانتون را نگرفت، حضرت میگه بر این خاک پاک ناپاک رفتن این بیننگی و بیناموسی است. از خاک پاک باشه شما این دنیا را هم پاک ترک کرده برید. خداتون آلوده هر بدبختی ها نکنید، خداتون آلوده گناه ها نکنید. عزیزان خدا میگن الله را ما شکرگزاری میکنیم که همین گناه دو چیز نداشت، یکی وزن یکی بوی. اگر گناه بوی میداشت میگه امروز در دنیا ای بوی گناهکارها را دیگر ما نفسی تازه کشیده نمیتونستیم. یا اگر گناه وزن میداشت، مقصد یک کس غیبت کردن بگذار 100 گرم، یک زنا 200 گرم. اگر هر کدام اینها وزن علایده می داشت دیگر انسان احجاش خیسته نمیتونست. زین لحاظ برادرای عزیز و گرامی یک چیز فراموش نکنیم. حدیث قدسی داریم. الله حضرت موسی را چی گفت؟ یا موسی، الله حضرت موسی را چی گفت؟ یا موسی الفقر من الحسنات هو موت الاکبر. گفت این مرگی که امروز میشنوی که بابای احمد بیگ گذشت، این یک چیز مقرری است. این وارد هر خانه شدنش امکان داره، هر پدر، هر مادر، هر شخصیت گذشتنش امکان داره. زیرا که الله مهربان و نحن قدرنا بینکم الموت، ما بین شما ساعت دنیایی را تقسیم کردگیم، در کدام و چند ساعت رسیده باشد دیگر الله میداند. یعنی مردن شما نزد الله مهربان رفتن شما حتمی است. ولی حضرت موسی را چی گفت؟ گفت الفقر من الحسنات هو موت الاکبر. گفت میدونی که از مرگ در بدتر چیه؟ وقتی که شما دستی خالی خانه قبر بیه، این از مرگ در بدتره. اون مرگ بخیره و یک امانتی بود ای جالبی که الله مهربان شما گرفتش، ولی وقتی خانه قبر میینون دستاتون خالیه، وقتی خانه قبر میینون نامه های اعمالتون پر سیاهیه، انا این گفت مرگ بزرگه. ولی عزیزای خدا میگه هرگاهی که انسان ای دنیا میگذشت است، قالت الناس ما ترکه. میگه مردم یک عادت دارن، یک کس که گذشت ولی میگه مردم یک عادت دارن، یک کس که گذشت ولی بابای احمدی گذشت، مردم میان میپرسن چند ساله بود، خب چند فرزند داره، ایو چی مون؟ میگه مردم همی را میپرسن و قالت الملائکه ما خلفو. نیکی میگه میدونه که ملائکه ها چی میگن؟ ملائکه میگن برای خانه قبرش یگان چی روان کرد یا نه؟ او میگه به فرزندش، به مالش، به اسبابش، به انجامش کاری نداره، لیکن به اون چیزی که برای دستگیری خانه قبرش باشه او را میپرسند آیا یگان چی داره؟ پیش دستی داره؟ از این لحاظ برادرای عزیز، ای سخنهای عزیزای خدا از این حدیث قدسی ما اینقدر برداشت کنیم که این مرگ به سراغ ما و شما آیتی را که قاری خواندن معناش همین بود که مرگ حتما به سراغ ما و شما میآید. الله میگه فإنه ملاقیکم. این مرگ شما نمیخواهید که با او ملاقات داشته باشید، نه که او میخواهد که با شما ملاقات کنه، حتما با شما ملاقات میکنه. و این کنتم فی بروج مشیده، خدا میگه حتی در جای درایی که به مقدار سری سوزن سراخی نداشته باشد مرگ همونجا داخل میشه. مرگ شما را مییابد. وقتی ما را که یابه برادران، مرگ همونجا داخل میشه. مرگ شما را مییابد. وقتی ما را که یابه برادران، وقتی ما و شما را بیجان که کنه، وقتی ما را خانه و خیراتمان که گسیل کنه، بعد سخن ابوبکر صدیق انسان به یادش میاد من دخل قبر بلا زادین
فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی خانه قبر بدروید و با خود چیز نجات دادن خودش نداشته باشه، در یک بحر افتیده و سواره نداره، مثل همین میشه. حالای مهربان ثواب این آیت های خوانده شده، ثواب این پند و نصیحت ها را برای حاجی بابا بیان کردنم. حضرت از روی همین حدیث خودش میگه که خواستگار نداد که همین مثلا چیزای بده یاد کنن. گفت سل عن الخیر ولا تسأل عن الشر. و تو منو بپرس که بهترینش که و خیلی گندهاش چی میپرسی منو. بعد وقتی که سوال کشید بعد گفت شر الناس علماء فی الناس. بدترین مردم علمای بدی هستن که در بین مردم هستن. ولی گپی دامون بسیار گپی معنا داره، بسیار گپی بلنده که این چیز این بسیار برکت داره، فیض داره. وقتی دارم یک منطقه 3-4 تا داملاه دیکیم باید دیگر بسیار رابطه زیج دارن، بسیار از حالی دیگر اوگه هم. گفتی از این داملاه که وقتی یک جا هم که روان در بین دیگر ایتا مقصد ناراحتی نمیکنن که کو مقصد چی بایی هسته نیسته یا که خدا پرده کنه که با ایزونای ویش نباشیم که فلانی را بوید خیمه را نگو. اینش باید همه خطرناکتر شد. برای بسیار خوب برکت بیدیم بخود. در همین جنگ احد میگه آوازه شد که پیامبر کشته شد. این نو اکناو شه یاخی نو یک روزک مقصد همراه عروسش بود. آوازه می شود که حضرت کشتن. یک آوازه دروغ بود برای مسلمان ها را رو افتاده کردن. میگه حنظله وقتی ای را میشنوه میگه اولی غسل نکرده اکناو هم خوبش دقتی عروسش. میگه میبرویه میگه شمشیر رو میگیرم میدوامیه میه در میدان در همون بگیم غزوه اشتراک میکنه. چند نفری را برای خاطر پیامبر نازنین مقصد نابود میکنه و همجا کشته میشه. پیامبر اونگه به نور نبوت احساس کرد که حنظله مقصد در حالت جنابت اومد میگه که راستش دادید که پهلوش چند آدم کشته شدگی و آخر الامر بگیم خودشم در همجا کشته شده است. میگه حضرت دستش همین تکی برد در همین سر روی حنظله گذاشت. میگه دستش پوری آب شد. گو حنظله را گو الحال ملائکه ها آمدن غسل دادن. حضرت در حالت جنابت آمده که بده که ملائکه ها حتی غسلش دادن. البته مثلا درجه شهادت برده